والری مگدیاش هنرپیشه زوده مالدووا که با اجرای نقش جمشود در برنامه نشر راش در شبکه تلویزیونی TNT نام برآورده بود، حالا در یک سرپناه برای آدمان بیخونه در شهر پیاتیگورسک روسیه زندگی میکرده است. جمشود را که سالهای آخر میزده شده بود، به این سرپناه آدمان بیخونه از یک خانه آوردند که به گفته شاهدان از بومشخانه بدتر بود، پر از اخلاط و پرتوف و شیشه های عرق و می و عاری از عادی‌ترین شرایط زیست. درباره سقوط این هنرپیشه سابق در برنامه زاگرانیو در شبکه انتوی قصه کردند. خود مگدیاش نیز به برنامه دعوت شده بود. والری مگدیاش در پی اجرای نقش مهاجر جمشود در برنامه نشر راش نامدار شد. او حالا آن دوران را به یاد آورده میگوید برای هر روز ثبت برایش $1000 میدادند، ولی آن همه خیلی زود از دستش رفت. مشکلات مگدیاش بنا به نقل خودش سال 2018 وقتی سر شد که خانه یک اجرگیش رو فروخته میخواست پولش رو در بانک ماند. بعدا دو اجرگی بخرد، ولی در راه به سوی بانک گویا او را غارت کرده تمام پولش رو کشیده گرفتند. در نتیجه مگدیاش در کوچه ماند و به می رو آورد و خیلی زود آن همه شهرت قبلی خود را از دست داده به بومش تبدیل یافت. دختران و نبیره هایش هم از بر وی گذشتند و او در نهایت در یک خانه افتاد که بنا به نقل فعال جمعیتی والری فاینیک بدتر از بومشخانه بود. فعالان از مرکز ریابیلیتاسیونی مگدیاش را از اینجا به بنای بردند که همچون سرپناه برای مردم بیخونه خدمت میکند. او در برنامه انتوی گفت این سرپناه نه فقط آخرین شانس من بلکه یگانه شانس من برای بازگشت به زندگی انسانی است. قصه ها درباره گاستربایترها رفشن و جمشود را در برنامه نشر راش چند سال نمایش دادند. قصه های رفشن و جمشود را در تاجیکستان تحقیرآمیز میشمردند و حتی پارلمان تاجیکستان با یک اظهارات رسمی از مقامات روسیه طلب کرده بود که جلوی مؤلفان این برنامه را بکشند. در نهایت TNT از ادامه نشر قصه ها درباره رفشن و جمشود خودداری کرد و اجرا کننده نقش جمشود طور دیده می شود سرانجام به بومش تبدیل یافت. بسیاری ها در تاجیکستان خبر در کوچه ماندن اجرا کننده نقشه جمشود را بدون یگان دلسوزی استقبال کردند. برخی سخنان تحقیرآمیز او درباره مهاجران را به یاد آورده میگویند مگدیاش آنچه را می‌درود که در وقتش خودش کشته بود او را خدا زد، نوشته است باخر یک مهاجر زاده تاجیکستان.